این لازم میشه از همین عقیده. از همون خاطر ما عقیده داریم که صحابه یاران با وفایی کی بودن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. اینجا شما باز مردم در تاریکی میگذاشتی اگر پیغمبری براتون میآمد. طبیعتتان همینطور است که به کسی چیزی نمیگه. الله اوطور نکنه ما و شما که یک حرف هم یاد گرفتیم انشالله به مردم میرسانیم. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات. الله پیغمبر علیه السلام عالی میگه که پیغمبر علیه السلام عکس العملای مشرکین مکه تو را غمگین نسازه وار ختم نشوی. چرا؟ زمینی دعوت بسیار میدانی وسیع است، زود ختم نمیشه. انواع مصیبت ها، تکلیف ها، رنج ها، مشقت ها در دمی روی دعوت میآید. تو غمگین نشو. چرا؟ سایر مشرکین در طول تاریخ اینمی عکس العمل داشتن در مقابل انبیاء علیهم السلام. به طریق نمونه خیلی پیغمبر نزدیک موسی علیه السلام که کتاب مکمل برشان دادم شده بود، اما فرعونیا در مقابل موسی علیه السلام به جای از اینکه دعوتش بپذیره آل شروع کردن به چی؟ آزار و اذیت موسی علیه السلام. تو دیگه از دو درس بگی، لیکن این قدرم بدانی پیغمبر که الله فرعونیا را نگذاشته، اقدام کردن که موسی علیه السلام از بین ببره، لیکن برعکس خودشان چی شد؟ غرق رود نیل شد. این مشرکین مکه پلانا می سنجه، دسایس میکنه، نقشه ها طرح میکنه علیه تو، لیکن فکرت باشه که همین نقشه هایشو میشان سری کی تطبیق میشه؟ سری خودشان. این تسلی بود، خوشخبری برای پیغمبر. از همون خاطر شیوه دعوت رسول الله با نظام دعوت موسی علیه السلام مکمل هماهنگ است. چرا؟ اولین آزار اذیت موسی علیه السلام از کی دیده؟ از فرعون که در خانهش کلان شده. اولین آزار اذیت رسول الله از ابولهب میبینه که کاکایش است. اینجا الله بیان میکنه از موسی علیه السلام. ولقد آتینا، یقینا ما داده بودیم موسی علیه السلام 9 آیات بینات. تو یک معجزه را پیش کردی پیغمبر. موسی علیه السلام 9 معجزه را داده بودیم به موسی علیه السلام. 9 آیات بینات، معجزای آشکاره بالای صدق نبوت موسی علیه السلام. فاسأل بنی اسرائیل، سوال بکو بنی اسرائیل فعلا هم وجود داره از پیششان. اذ جاءهم، در آن وقتی که آمد موسی علیه السلام برشان. فقال له فرعون، و گفت برای موسی علیه السلام فرعون انی لاظنک، ما خود سری تو گمان دارم یا موسی مسحورا که سحر سرت شده. آلی گپایت بی اختیار است. گپایت بی اختیار است. چرا اینطور میگه گپایت بی اختیار است؟ به خاطری که نظام پاچهی از بین میرفت، نه؟ او را ساحر میگه. در نقص کسی که گپ بزنی برات میگه دیوانه شده ای، عقل سریت است. گپ نقص کسی را که میزنی. فرعون هم موسی علیه السلام گپ نقصش گفته بود، میگه تو چی شده ای؟ سر سرت شده. این گپا سرت آمده. 9 دانه الله متعال 9 معجزه را به موسی علیه السلام در سوره اعراف تیر شده، آیه 133 در اونجا الله بیان کرده. اون معجزه چی بود؟ عصا بود، عصای موسی علیه السلام که من داخت اژدها رو میشد، پس میگرفت عصا بود. دوم معجزه چی بود؟ که ساحرا که تمام چیزا را جور کرده بود، با مجردی که موسی علیه السلام عصا را انداخت کلش قرد کرد، ختم کرد، میدان صفا کرد. سوم معجزه موسی علیه السلام ید بیضا بود، دست در قول خود دیتور درون میکرد، پس مثل نمی گروپ بار صفحه می درخشید. چهارم معجزه ازی ملخا بود که الله در کشتایشان پیدا کرد که آمدن پیش موسی علیه السلام، میگه الله دعا کو ما میپذیریم، خب لیکن اورم که دعا کرد باز زول امام زلی تراوی بود. پنجم معجزهش کنه بود که در خوراکایشان کنه را میشناسه، یک نوع کرم او را بود. ششم بقه بود که در آباش آمده رایی بود. هفتمشان آب که جام پالا میکرد خون میگشت. هشتم طوفان سرشان آمد. نهم هم قحط سالی و کم بودن میوه. این همون 9 چیستا معجزای واضح موسی علیه السلام است. لیکن موسی علیه السلام تنها این 9 معجزه نیست، دیگه معجزای خیلی زیاد داره. موسی علیه السلام یکی از جمله معجزایش چی است؟ بگوی. لکنت زبان موسی علیه السلام دور شد. اول لکنت داشت، پس آن الله متعال که پیغمبر کرد دعا کرد از الله متعال رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی. الله لکنتش گم کرد. سنگ زد، 12 چشمه از پیش چی شد؟ بگوی جاری شد. دیگه دشت تی سایبان جور شد سرشان به خاطر سایه.
ستون دو دانه ستون برای چی پیدا شد؟ روشنیشان. من و سلوا آمدن یا از جمله معجزات است. کوی تور سرشان پایین شد یا کور مطلقاً به دعای موسی علیه السلام پس بالا شد، یا کلش معجزات موسی علیه السلام است. الله متعال تسلی میده پیغمبر علیه السلام که موسی علیه السلام با این قدر معجزات چیسته عکس العمل خیلی منفی را دید از قوم خود فرعونیا. قال لقد علمت، پس کلمه مسحور برای موسی علیه السلام هم گفته شده، به تو هم گفته میشه، هیچ کدام پروایش نداشته باش. تو را شما را میگه اگر دعوت دینی حق میکنی، توحید بیان میکنی، تابعداری رسول الله را بیان میکنی، وهابی براتان گفته میشه بگویه. این گپا را هر کس گفته. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء، موسی علیه السلام به فرعون میگه میدانی خب به قلبت، خب فرعون در قلب خود بالکل دانسته بود، بالکل دانسته بود، گرچه از شرم اعتراف کرده نمیتونست لیکن در قلب خود میدانست. از خاطر موسی علیه السلام میگه لقد علمت، تو خود در قلبت میدانی لیکن از شرم گفته نمیتونی. ما انزل هؤلاء، روان نکرده این معجزه را، الا رب السماوات، مگر او ذاتی که مالک و متصرف آسمان هاست، والارض، از زمین است. او برای چی روان کرده؟ بصائر، برای دلایل روشن، برای صدق نبوتی ما، دلایل روشن برای صدق نبوتی ما. یک معنا همین کافی است برای فهمیدن تو، بس است. و اینی لاظنک یا فرعون مثبورا، لیکن من گمان دارم ای فرعون سری تو مثبورا که هلاک کرده شوی اگر دعوت نپذیری، بفهمی که به این منوال به این طرز طریقه باقی نمیمانی. اراده کرد فرعون ایستفزهم، که بجنبان حرکت بده، در آرام نگذارشه موسی علیه السلام من الارض، در ازمی سرزمین. فاغرقناه، الله میگه پس ما غرق کردیم فرعون و من معه جمیعا، کسی که امرای فرعون تمامیشان بود. و قلنا من بعدی، پس از او ما فرمان دادیم به بنی اسرائیل اسکنوا الارض، شما زندگی کنید در زمین. کدام زمین است؟ مفسرین اختلاف داره، یا زمین مصر است یا زمین شام، اردو احتمال داره. فاذا جاء وعد الاخرت، زمانی که وعده آخرت بیاید، جئنا بکم، همه ایتان میاریم لفیفا، دشمن دوست کلگی لفیف در هم آمیخته جمع شده به طریق مملوک. آلی خو یکیتان پاچا دیگه تان رعیت بوده، یکیتان ظالم دیگه مظلوم بوده. روزی فرا میرسه در آخرت که کلگی در یک میدان همه به حیث بنده منقاد تابعدار حاضر میشه، سوال و جواب شروع میشه. و بالحق انزلناه و بالحق نزل، و بالحق موافق حکمت، شامل صداقت، امو قسم یعنی مشتمل به علم و فضل، به علم عظیم و فضل و مرتبه. انزلنا، قرآن کریم ما نازل کردیم. و بالحق نزل، با امو صدق و صفا، بدون کم و کاست نازل شده. کلام مضامین و مطالب عمده را که در قرآن مانده بودم بدون کم و کاست امطور نازل شده، نازل کردیم، نازل شده، تغییر مغیر درش نآمده، هیچ نوع. الله متعال به پیغمبر علیه السلام میگه مثل که به موسی علیه السلام معجزات داده بودیم، به تو هم اینطور یک کلام دادیم که او کلام حق است. روان کردیم این کلام بالحق، مشتمل به محتوا و مضمون درست و راست و واقعی. چیزی که قرآن بیان میکنه بالکل حقیقت داره، خیال پردازی نیست، خیال پردازی نیست. رد میکنه بالای شک و شبه مشرکین. مشرکین میگه کلام الله متعال نیست، نعوذ بالله، کلام الهی نیست. الله میگه نه، کلام الهی است. چرا؟ حق است. قرآن کلام ثابت و واقع است، کلام بشر نیست. چرا؟ به خاطر که محتوا مضامینش آنقدر پر معناست، آنقدر دقیق است که هر کس در این متوجه شود، کمی تأمل بکنه، درک میکنه حقیقت قرآن که کلام بشر شدن نمیتونه. چرا؟ در علم بشری قدر نکات و باریکات قطعا گنجانیده نمیشود. و بالحق نزل، و یقینا به حق هم نازل شده. اینجا به معنای حق چی معنا؟ در مقابل باطل نازل شده، یعنی باطل از بین میبره. خلاصه سخن چیست؟ قرآن اینطور کتابی است که مشتمل به او اموری است که صلاح بشریت، سعادت انسانیت به او وابسته است. تمام اموری که انسان سعادت میبخشد در قرآن ذکر شده، از آن چیزی که سبب ضرر و تاوان انسانیت میشه کلش قرآن کریم برملا کرده، ای را بیان کرده.
از او خاطر الله میگه و بالحق نزل و به حق هم نازل شده. دو ترجمه شد. سوم ترجمه و بالحق به یک امر ثابت و استوار محکم نازل شده قرآن کریم. و بالحق نزل یقینا هم که تمام شبهات را رد کردگی، ثابت شدگی تمام رد شبهات قرآن کریم نازل شده که تطبیق شوه، عمل سرش کرده شوه. آلی ما میبینیم که قرآن کریم چطور کتاب الله متعال است، در این کدام کجی مجی قطعا آمده نمیتونه. یعنی قرآن کریم با محتوا و مضمون خیلی عالی نازل شده و بالحق نزل و برای تطبیق به خاطر پیاده کردن هم آمده که پیاده شوه. اینطور نیست که همونطور یک تئوری و نظریه باشه در اذهان، بلکه در عمل باید آثاری از این دیده شوه. خب ما نگشتیم گاهی هم در قرآن کریم که عمل سرش میکردیم. و ما ارسلناک، این خو کتابی است. وقتی کتابی قدر منزلت و مقام داره، توجه ما را طرف کتاب الله دور داد که ما اینطور کتاب روان کردیم که مایه سعادت بشریت است، اما آورنده شام الله متعال شان و مقام بلند برش داده. کدام شان و مقام داره؟ و ما ارسلناک، تو را روان نکردیم الا مبشرا، مگر خوشخبری دهنده به کسانی که به این قرآن عمل میکنه خدا میفهمانه، و نذیرا بیم دهنده به کسانی که از قرآن اعراض میکنه و را بیم بده که عذاب الله آمده نیست. این وظیفه و مسئولیت است. قرآن که خطی تو آمده تو بشیر و نذیر باش. و قرآنا فرقناه، آلی دیگه صفتای قرآن الله برای ما بیان میکنه. روان کردیم قرآن که فرقناه، جدا جدا روان کردیم آیات را مختلف اوقات در مختلف زمانه و تاریخ. لتقرأه، که تو بخوانی علی الناس بالای مردم، یعنی کسایی که در گردوبرت موجود است صحابه کرام که خوب بدانه. علی مکسن، به دفعات و به درنگ به آرامی. و نزلنا تنزیلا، ما روان کردیم تدریجا مطابق وقایع و حوادث تنزیلا بروان کردن. خوب واضح روان کردیم. دی حکمتای بزرگی است که هر حکم مطابق حادثه روان کردیم. سری تفسیر اینمی آیت صحابی خوب میدانه. چرا؟ به خاطری که در کدام موقع ای آیت نازل شده مطلبش صحابی میدانه. ضرورت با چنگ زدن قرآن و حدیث است، لیکن با کدام فهم؟ با فهم سلف، با فهم صحابه، تابعین، تبع تابعین. امروز که سلفی خدا میگه کلمه سلفی گفتن ضروری است. چرا؟ هر کس دعوا داره ما با قرآن و حدیث چنگ زدیم، لیکن تفکیک در اینجا میشه که در قرآن و حدیث چی رقم چنگ زدی؟ به نظریه و فکری خود تفسیر کردی یا تفسیر صحابه و تابعین و تبع تابعین است؟ کدامش است؟ از او خاطر ما نیاز داریم که منهج سلف از خود بکنیم. خلاص در منهج سلف حرکت بکنیم، از خود زیاده روی و کمی را در دین پیدا نکنیم، تفسیر دین از خود نکنیم. دین تفسیر شده است، تکمیل شده است، امو رقم نسل به نسل جیل به جیل نقل شده، خصوصا در خیر القرون صحابه، تابعین، تبع تابعین. کدام قرنایی را که رسول الله شاهدی داده که یا خیر القرون است. مجموع به طریق مجموع هیچ انحراف داشت نآمده. افراد شده میتونه منحرف شده باشه، به طریق مجموع نآمده. عقیده ما مطابق عقیده سلف، عمل ما مطابق عمل سلف، تطبیق شریعت مطابق تطبیق ازواج، تمام مسائل ما مطابق ازواج باشه. اینی را میگه که تابعدار کتاب الله و سنت رسول الله با منهج کی؟ سلف. و اینمی فرقه ناجیه است، ما انا علیه و اصحابی. فقط تا که در راه صحابه روان نشوید تمام امور دینی تبع منهج نگیری، فرقه ناجیه و منصوره نیستی. الله متعال تو را نجات نمیده. کسی تا را دین روز شما خریدی سیدیاره او را خوب بشنوی به دوستای تانم بده، به خاطری که مردم بفهمه که سلفی کی را میگه. برای ما و شما تهمتای خیلی ناروا بسته شده، انواع گپا را در دنبال ما پیوند میدن، لیکن ما کلی از یار رد کردیم که ما اینی مسلک ماست، اینی مذهب ماست، اینی قسم روان هستیم. ما اینطور نیستیم که نعوذ بالله علما را توهین کنیم، مذاهب تحقیر کنیم، کلا قطعا نه، بلکه در حقیقت پیروی ائمه مجتهدین ماستیم. چرا؟ به خاطر که ائمه مجتهدین سلفی بودن. کلش هر 4 ائمه مجتهدین چیز؟ سلفی است، به منهج سلف روان است. ما هم به منهج سلف روان هستیم. این مردمای دیگه که خودت میکشه دلشان، اگر زنده باقی میمانه دلشان،
آلی الحمدلله سیل است. سیل میفهمی؟ آلی خس و خاشاک داده میرو گیر نمیکنه. مردم روز بر روز ذهنایشان انکشاف میکنه، حقیقت در میابه که ما کدام را تعقیب بکنیم، چه قسم دین خدا بفهمیم. الله متعال نصیب ما و شما بکنه. و قرآنا فرقنا، قرآن کریم ما جدا جدا نازل کردیم. لتقرأه که تو بخوانی. جدا جدا دو مطلب داره. واضح واضح نازل کردیم در اوقات متنوع، به خاطر که یک دم سری کسی نبیه بوج نشوه. در اوقات خیلی جدا جدا نازل کردیم که هر حکم خوب ذهن نشین شوه، در قلب هر تفسیرش مطلبش خوب بدانه. دوم مانا و قرآنا فرقنا، قرآن کریم ما جدا جدا مانا است فاصله ساختیم در بین آیاتایشان. لتقرأه که تو بخوانی علی الناس بالای مردم، علی مکسن بسیار با آرامی، با دفعات با درنگ بخوانی. قرآن به این خاطر آمده که با درنگ خوانده شوه. قرآن به این خاطر نامده بنگ 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 قاری صاحبا میکنه. نکنه توهین قرآن نکنه. گلنار بیگم یک قربانی خدا اج میده نمیکنه که یک دفعه اینطور بگه یک قربان همینطور میگه، گایم نمیگه. تا که آواز خدا قطع یک قربان یک دو دقیقه دیگه هم کش نکنه. وقتی گلنار بیگم یک قربانی خدا ما چون کدامش میگه قمرگل است یا گلنار بیگم اسیر، من خبر نیستم که کدامش یک قربان میگه. او لحاظی یک قربانی خدا داره، لحاظ یک قربانی خدا داره، قطعا میده نمیکنه. تو قاری صاحب که الله برات عزت داده، چرا قرآن کریم به این سویه توهین میکنی؟ قرآن برای چی؟ ورتل القرآن ترتیلا امر الله است. دیگر روز هر روز با مردم میگی که تجوید فرض است، تجوید فرض است. در تراویح چرا کجا میشه فرضیت؟ این کدام طرف میره؟ برای کمایی چند روپه، برای کمایی چند روپه کتاب الله را تو مکسبه و ذریعه معاش جور کرده ای. پیغمبر اسلام چی میگه؟ اقرأ القرآن ولا تأکلوا به. سری قرآن نخو، الله عزت برات داده. بس در یک رمضان در یک مسجد برو بگو، مردم بگو، اعلان بگو یک روپه را نمیگیرم، خاص به خاطر رضای الله که نعمت نصیبم کرده. ما براتان قرآن میخوانم. خو قرآن میخوانم یک سپاره را به بسیار ترتیل، به بسیار درست قرآن براتان میگه. و قرآنا فرقنا، قرآن کریم ما جدا جدا روان کردیم. لتقرأه که تو بخوانی. پیغمبر علیه السلام قرآن کریم علی الناس بالای مردم، علی مکسن بارامی، وقفه وقفه. و نزلنا تنزیلا، ما روان کردیم تدریجا، یعنی مطابق حوادث و وقایع. تنزیلا به واضح روان کردن. این مردم ها خو ایمان نمیاره با وصفی که تو قرآن موجود است. پروایش نداشته باش، برای تو سند وجود داره. علمای حقانی کسایی که انصاف داره بالکل تصدیق میکنه. اصل مهم است که در بین 100 نفر 99 نفر فاجر فاسق تایید نکنه، هیچ پروا نداره. یک نفر هوشمند، یک نفر دانشمند گپی تا که تایید کرد، بس برای تو کفایت میکنه.